کسایی که میگن نمیدونیم از کجا شروع کنیم، چه وقت برای خوندن امتحانات چه برای اینکه میخوایم زبان بخونیم. اگه برای خوندن امتحان نمیدونین از کجا باید شروع بکنین، که در حقیقت یه دونه از این کتابای مرجعی رو که من بهتون گفتم بگیرید. حالا از کتابخونه جایی یه معمولا تست دارن، تست امتحانی دارن، یه تست رو بزنین و ببینین که چجوری عملکردتون چجوری خواهد بود و از اونجا دستتون میاد. اگه کلا برای زبان خوندن منظورتونه که نمیدونین از کجا شروع کنین، یه دونه کتاب گرامر بگیرین و شروع کنین یه دونه سریال رو همزمان ببینین و اینطوری در حقیقت یه مسیری که شما میتونین توش قدم بگذارین. چون که اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم به نظر من خیلی توجیه خوبی نیستش. از یه جایی شروع بکنین دیگه. اینکه آدم همش بخواد فکر کنه که حالا من الان نمیدونم چی کار بکنم، من درکتون میکنم، ولی حداقل میتونین یه کتاب بخونین یا اینکه میتونین یه سریال نگاه کنین. به نظر من یه میکس گرامر و لیسنینگ که در حقیقت به اسپیکینگ هم کمک میکنه رو با هم انجام بدید. یکی دیگه از دوستان پرسیدن 2 سال آیلتس میدم 7 نشده هنوز، فکر می‌کنم وقتم داره تلف میشه، نمیدونم بعد چیکار کنم. بعد ببینیم کجا نمره کم میارین، تو چه قسمتی کم میارین و مسلما روی اون قسمت ها بیشتر وقت بذارین و بیشتر سعی کنین که تمرین کنین. یکی دیگه از دوستان پرسیدن که گفتن من گرامر میخونم ولی نمیدونم چرا موقع صحبت کردن همیشه گرامر ساده انتخاب میکنم، بخاطر اینکه تمرین نمیکنین به قدر کافی. اگر من بهتون گفتم مثلا وقتی من اون شرطی‌ها رو درس دادم بهتون، چند تا جمله رو یادداشت بکنین توی همون دفترچه‌تون و هی از روشون بخونین، بعد کامل اون ملکه ذهنتون میشه و میبینین که نه تنها اون جمله بلکه میتونین جایگزینش هم بکنین با فعل‌های مختلف، کلمات مختلف، لغات مختلف، میتونین از اون استراکچرها یا ساختارها استفاده بکنید. پس اگر که میخواین مثلا گرامرتون یه خورده تنوع داشته باشه وقتی داری صحبت میکنین، یه دونه انتخاب بکنین. مثلا یک نوع در حقیقت یه چیز جدید انتخاب بکنین، به دفترچه‌تون اضافه بکنین، انقدر اونو تمرین بکنین تا هی ببینین که بعدا میتونین توی مکالمه ازش استفاده بکنین. اینکه چه ساعتی برای مطالعه بهتره بستگی به خودتون داره. اینکه شما تو چه ساعتی از روز حالتون بهتره، انرژی بیشتری دارین. اگه زبان دوست دارین که خب هر ساعتی میتونه مناسب باشه. اگه زبان خوندن جزو کارهایی که اصلا براتون جالب نیست، بهتره تو ساعتی بخونین که انرژیتون بیشتره، که در حقیقت یه ذره کمتر بره روی اعصابتون. اینکه استعداد داشتن مهمه. بله، زبان هم مثل بقیه هوش‌ها یک نوع هوشه، فراگیری زبان، ولی این به این معنی نیست که شما نمیتونین، اگر فکر میکنین استعدادشو ندارین نمیتونین این کار رو انجام بدین. خیلی از آدمای دیگه هستن که ممکنه توی چیزی هوش بالایی نداشته باشن ولی به خاطر پشت کارشون موفق میشن. من خودم جزو دست از آدمایی هستم که به پشت کار بیشتر از هوش اعتقاد دارم. بنابراین اینم باز دلیل خوبی نیست برای اینکه زبانتون خوب نباشه و نخونین. یکی دیگه از دوستان پرسیده بودن که آیا لهجه داشتن بده؟ خیر، لهجه داشتن اصلا بد نیست، ولی در ادامه سوالشون که پرسیده بودن که تو کشور مثلا انگلیسی زبان لهجه داشتن چطوری دیده میشه، ببینین این کشور به کشور فرق میکنه. اولی که شما نباید براتون مهم باشه، شما همین که یه زبانی رو بتونین با گرامر و ساختار درست صحبت کنین به نظر من خیلی عالیه. ولی اینکه لهجه داشته باشین یا نداشته باشین به نظر من یه اسپیریشن شخصیه، یه چیزیه که شما خودتون چجوری مثلا ترجیح میدین با صحبت کنین یا خودتون چه علاقه ای دارین. برای من به شخص من خیلی دوست داشتم که بتونم شبیه تر به امریکایی‌ها صحبت بکنم و این برام مهم بود، ولی مثلا وقتی که ترکی استانبولی یاد میگرفتم خیلی برام مهم نبود و این در حقیقت فرهنگ به فرهنگ هم فرق میکنه. برای اینکه واقعیت اینه که توی امریکا شما هر چقدر که نزدیکتر به خودشون صحبت بکنین بهتره و براشون راحت تره و این یه واقعیتی که هر چقدر بقیه بگن نه اینطوری نیست ولی وجود داره به طور روزمره توی جامعه امریکا. ولی تو کشورهای مختلف متفاوته. مثلا ترک ها
خیلی هم براشون بامزه است اگه شما زبونشون رو با لهجه صحبت بکنین و براشون مهم نیست، خیلی هم خوششون میاد. این کشور به کشور فرق، شما بیشتر روی این تمرکز کنین که در حقیقت خوب صحبت بکنین، دستور زبان رو خوب رعایت بکنین تا اینکه حالا لهجه بخواید سعی کنین که لهجه رو درست بکنین، برای اینکه لهجه خوب داشتن بعد از گرامر خوب میاد و اگر شما نتونین واقعا درست اون چیزایی رو که میخواین بگین اصلا فایده نداره. حالا هر چقدر سعی کنین رو لهجه‌تون کار بکنین. در مورد استرس پرسیده بودیم تا قبل از اینکه یادم بره اینکه استرس رو کجای کلمه بذاریم. اینم یه چیزیه که یاد گرفتنش برای من خیلی گوشی بوده. شما میتونین برین هر لغتی که یاد میگیرین فنتیکسش رو نگاه بکنین، ببینین تو دیکشنری چجوری نوشته، یا اینکه برین برای من نوشتن کمتر مهمه، باید بشنوم کلمه رو. برای این همیشه اگه یه کلمه جدیدم میخوام یاد بگیرم باید گوش بدم، بارها باید بنویسم، مثلا بزنین pronounce فلان، حالا هر کلمه‌ای که هست توی گوگل و اون براتون pronounce میکنه، تلفظ میکنه. پس استرس رو من اینطوری یاد گرفتم که در حقیقت انقدر گوش دادم متوجه میشم که خب حالا استرس برای هر کلمه کجاست و بعد از این مدت شما خودتون سنس پیدا میکنین. مثلا من یادمه حتی چند سال پیش وقتی کلمه جدید میدیدم میتونستم بفهمم استرسش کجاست، نمیدونم چه جوری، ولی فکر میکنم سنس پیدا میکنه آدم بعد از یه مدت که کلمه ها وقتی مثلا بر اساس نوشته شدنشون استرس کجا قرار میگیره. سوال آخرم که خیلی سوال مهمیه، پرسیدین که برای مکالمه طولانی این که میخواین با یکی صحبت بکنین چیکار باید بکنین که کم نیارین. خوندن خیلی بهتون کمک میکنه، مستند دیدن خیلی بهتون کمک میکنه. تا دلتون بخواد توی یوتیوب مستند در مورد موضوعات مختلف هستش، در مورد هر موضوعی که میخواین صحبت بکنین با دوستانتون میتونید یه مستند پیدا بکنین و در حقیقت خوندن، مستند دیدن، مقاله خوندن، اینا به دانش شما اضافه میکنه، به اطلاعاتتون اضافه میکنه، به دایره لغتتون اضافه میکنه و اگه شما میخواین یه مکالمه درست حسابی خوب داشته باشین فقط از این طریق به دست میاد. پادکست گوش دادن هم همینطور. البته از هر فرصتی استفاده بکنین. مثلا خود من پیج فیسبوکم چون خیلی در صفحه‌های مختلفی رو لایک کردم که مثلا مجله هایی هستن که دوست دارم، مثل هافینگتون پست، نیویورک تایمز، چیزایی که دوست دارم و اینا خب خیلی نوشته های مختلف، آرتیکلز های مختلف پابلیش میکنن و بر همین خیلی وقتا من وقتی نشستم اینجا بیکارم مثلا دارم مقاله های اون چیزایی رو که اونا نوشتن، نوشته های اونا رو میخونم و خب این خیلی بهم کمک میکنه، هم بهم اطلاعات میده و هم در حقیقت بهم یاد میده، چون یه نفری داره در مورد اون موضوعی که شما بهش علاقه‌مندین صحبت میکنه، به شما یاد میده که شما چجوری باید در مورد این موضوع صحبت بکنین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر نظری باز دارین، اگه سوالی دارین زیر این ویدیو برام بنویسین و اگر فکر میکنین که این ویدیو برای دوستانتون هم مفیده بهشون معرفی کنین. مراقب خودتون باشین. امیدوارم روز خیلی خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.